جمهوری تاجیکستان دارای امکانات‌های وسیع برای رشد سیاحی و جلب هرچه بیشتری جهانگردان به کشور بوده، با این مقصد از طرف حکومت مملکت برنامه و لایحه‌های خرد و بزرگ عملی کرده می شود. با مقصد باز هم پیشرفت و بلند برداشتن خدمت‌رسانی در انشاءات گوناگون ساحه سیاحی و معرفی امکانات‌های سیاحی ولایت سوخت، در مرکز تعلیمی بانک ملی تاجیکستان در شهر گلستان فورم یکم بین‌المللی سوخت چهارراهه راه بزرگ ابریشم برگزار گشت. در کار آن شرکت‌های سیاحی جمهوری، نمایندگان از فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان و جمهوری ازبکستان شرکت ورزیدند. معاون رئیس ولایت انور یعقوبی ضمن سخنی شادباشی تاکید داشت که ولایت سوخت وادی امکانات‌ها به حساب رفته با مقصد رشد همه بخش‌ها، جلب سرمایه مستقیم و پیشرفت زندگانی شهروندان، معرفی تاجیکستانی صاحب استقلال در عرصه جهانی از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و مسئولین چاره اندیشی می‌گردد. چنانچه با تشبث و پیشنهاد اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 2019-2021 در مملکت سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید و این اقدام جهت پیشرفت جدی ساحه، تأسیس خط‌سیرهای نو و فراهم آوردن انفراساختار تأثیری مثبت رسانید. در رفت فورم اساساً وابسته به بهسازی امکانات‌های سیاحی ولایت سوخت، پیشنهاد خدمت‌رسانی بلند و باصفت در انشاءات گوناگون ساحه، معرفی ولایت همچون منطقه سیاحی در عرصه جهانی و جلب هرچه بیشتری جهانگردان به منطقه مورد تحلیل و بررسی اشتراکداران قرار گرفت. تاجیکستان اصلش این کشور سیاحی که می‌بیاد در وطن ما حیران میشد که در یک وقت 4 فصل اقلیم دیدن ممکن. فورم برای چی جمع میشد؟ فورم برای مصلحت، برای یک فکر شدن، برای راه حل کردن مسئله هایی که در هر روز پیدا می شود. یکمش که راه میگشاید برای همکاری، دومش نشان میدهد برای راهی که با کدام سو رفتن در کار. چی ما در کدام راه کمبودی باشد ما اینجا با مصلحت کرده، محاکمه کرده، حل کرده میتونیم. یک برنامه میسازیم که مهمانانی که میبیان در یک دولت آسیای میانه گوییم باید توانند با روادی گشت به دیگر دولت ها. اینم یک بایگری زور میشه. Мы здесь погуляли очень красиво, безумно шикарные сосны, безумно все здесь красиво. Это мы просто в восторге. Я думаю, что форум много даст, потому что это и информирование у нас, допустим, там, я из Москвы, там, да, ну, идет информация о форуме проведения, о том, что люди сюда приезжают. Ну и мы, возвращаясь сюда, наверное, дадим обратную связь и будем налаживать связи между нашими странами, между нашими городами. باید تذکر داد که در ولایت سوخت موضع‌های خوشباد و هوا، منظره‌های دلفریب، جای‌های تاریخی و فرهنگی خیلی زیاد بوده. با تشکیل خط‌سیرهای نو و فراهم آوردن انفراساختار میتوان شماره هرچه بیشتری سیاحان را جلب ساخت. در ولایت 45 شرکت سیاحی فعالیت داشته، 225 خط‌سیر سیاحی موجود می باشد. برای خدمت‌رسانی به سیاحان داخلی و خارجی شماره ضروری مهمانخانه، آسایشگاه و مرکزهای تبابتی و استراحتی، باغ‌های فرهنگی و فراغتی، آثارخانه، زیارتگاه، جای‌های تاریخی و قدیمی موجود می باشد. بنا به اطلاع مسئولین سال 2023 به ولایت سوخت زیاد از 600,000 نفر شهروندان خارجی تشریف آوردند که این نظر به سال 2022 زیاد می باشد. مقصد از اشتراک در فورم مذکور آموزش طرز بلند خدمت‌رسانی در ساحه‌های گوناگون جمهوری ما می باشد، زیرا تاجیکستان یکی از دولت‌های سیاحی به حساب می رود. ما هم در داخل و بیرون از آن باید برای میزبان سطح بلند خدمت‌رسانی را پیشکش نماییم و تمام عنصرها، رابطه‌ها و دانش و ملکه خود را در این ساحه، در این سمت روانه کنیم. فورم یکم بین‌المللی سوخت چهارراهه راه بزرگ ابریشم دوام 2 روز ادامه کرده انتظار می رود که در آن متخصصان ورزیده ساحه وابسته به رشد سیاحی معروضه نموده مبادله تجربه نمایند.